سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و سلامت بشین. روز و هفتتون فوق‌العاده بوده باشه. خوش اومدین به قسمت جدید از آموزش اصطلاحات با English Word by Me. بیاین توی قسمت جدید طبق روال همیشگیمون یه اصطلاح جدید با هم یاد بگیریم. خب امروز می‌خوایم با هم دیگه این رو یاد بگیریم. اول براتون تلفظ میکنم. Take the hint. Take the hint. یکی از عبارت‌های پرکاربرد و غیر مستقیم توی زبان انگلیسیه که وقتی به کار میره که کسی باید منظور طرف مقابل رو که صریح هم نگفته بفهمه و بر اساس اون رفتار بکنه، ولی شاید اون شخص متوجه نمیشه یا حتی خودش رو به نفهمیدن میزنه. و به اصطلاح میتونیم بگیم منظور رو گرفتن، اشاره رو فهمیدن، یا توی فارسی محاوره‌ای میتونیم بگیم بفهم منظور چیه دیگه، یا این که بگین بگیر چی میخوام بگم. خب امیدوارم که تا اینجا توضیحاتی که بهتون دادم کاربردی بوده باشه. بیاین طبق روال همیشگیمون توی جمله استفاده بکنیم ازش، معنی بکنیم، بهتر یاد بگیریم. مثال اول رو ببینیم. I kept yawning and looking at the clock, but he didn't take the hint that it was time to leave. I kept yawning and looking at the clock, but he didn't take the hint that it was time to leave. من هی خمیازه میکشیدم و به ساعت نگاه میکردم، ولی اون نفهمید که وقت رفتنه. اون مطلب رو از اون حرکت اون مطلب رو متوجه نشد. She's obviously not interested. Maybe you should take the hint. She's obviously not interested. Maybe you should take the hint. معلومه که اون شخص علاقه نداره. شاید بهتره که شما اون منظورش رو متوجه بشی، منظورش رو بگیری. He kept talking even after everyone started packing up. He just wouldn't take the hint. He kept talking even after everyone started packing up. He just wouldn't take the hint. وقتی همه شروع کردن به جمع کردن وسایلشون، اون هنوز داشت حرف میزد و اصلاً نمیفهمید منظور چیه. یه دونه نکته اینجا بهتون بگم که اگر نگاه بکنین فعل take هست، نه get یا understand، و معمولاً با یه لحن ناراحتی، شوخی یا یه خجالت همراهه و حتی میتونه به صورت امری هم بیاد. مثلا بگین take the hint and leave her alone، به این معنی که منظورشو بگیر و بیخیالش شو، اون رو تنها بذار. خب این یه توضیح کوتاهی هم بودش که این وسط خواستم بهتون بگم و اشاره بکنم بهش. بیاین مثالهای بعدی رو با هم دیگه چک کنیم. I told him I was really busy this week, hoping he'd take the hint and stop asking me out. I told him I was really busy this week, hoping he'd take the hint and stop asking me out. بهش گفتم که این هفته خیلی سرم شلوغه، به امید این که منظورم رو بفهمه، منظورم رو بگیره و دیگه از من نخواد که باهاش بیرون برم، قرار نذاره. When the boss didn't respond to his suggestion, he finally took the hint and dropped the idea. When the boss didn't respond to his suggestion, he finally took the hint and dropped the idea. وقتی رئیسش به پیشنهادش واکنش نشون نداد، بالاخره منظور اون رو متوجه شد و از ایدهش گذشت. بیخیال اون ایدهش شد. Drop the idea. و مثال آخر رو با هم دیگه چک کنیم. Everyone got quiet when he brought up politics, but he didn't take the hint and just kept talking. Everyone got quiet when he brought up politics, but he didn't take the hint and just kept talking. همه ساکت شدن وقتی بحث سیاست رو اون شخص پیش کشید، مطرح کرد، ولی اون منظور بقیه رو نگرفت و همینطور ادامه داد به صحبت کردن. امیدوارم که توضیحاتی که بهتون دادم، مثالهایی که براتون آوردم، ترجمه‌ای که کردم مفید باشه، یاد گرفته باشین و
الان بیاید یه دونه سوال براتون مطرح بکنم و سعی بکنین نسبت به جوابی که دارین جمله سازی بکنین و از این اصطلاح توی جملاتتون استفاده بکنید. سوال اینه: Have you ever tried to give someone a hint but they didn't take it? What happened? یه بار دیگه میخونم. Have you ever tried to give someone a hint but they didn't take it? What happened? به این معنی که آیا تا حالا سعی کردین که به شخصی اشاره‌ای بکنید اما منظورتون رو متوجه نشده باشن؟ چه اتفاقی افتاده؟ لطفاً جواب این سوال من رو همراه با این اصطلاح توی کامنت ها بنویسین. بهتون کمک میکنه که بهتر و بیشتر یاد بگیرین. خیلی ممنونم که هستین. لطفاً این کانال رو به اطرافیان خودتون معرفی بکنید و ممنون میشم ازتون که لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. متشکرم. مواظب خودتون باشین. خدافظ.